بعد از یکم استراحت دوباره راه افتادیم. زندان اسکندر که اومده بودن تبدیل به بازارچه کرده بودن. اینم از صنایعی که برای فروش گذاشته بودن. کلی چیزای جور و جور و قشنگ و لباسای رنگی با پارچه های رنگی یزد. زیرزمین یا سیاه‌چال هم کرده بودن کافی شاپ و رفتیم سراغ قهوه یزدی. بچه قهوه یزدیمون رو گرفتیم خوردیم ولی خوشمون نیومد، یکم مزه شوری و ترشی میده. از حیوانایی که داخل این خونه حیوانات بودن نمیتونستم فیلم بگیرم چون اجازه فیلم برداری نمیدادن. ای خدا میخوام قلنجشو بشکنه. کوچه خونه لاری ها پر از گلای رنگی رنگی، گلای قشنگی که از دیوار و سقف آویزون شده بودن. خب دیگه باید با یزد خداحافظی کنیم و موندیم که بریم اصفهان یا دیار خودمون.